سلام دوستان، امشب با داستان دوست قدیمی و خیانت همسر در خدمت شما هستم. امیدوارم تا پایان این ویدیو همراه بنده باشید. پرویز و کمال دوستان صمیمی بودند که از دوران دبیرستان این دوستی قدمت داشت. زمانی که پرویز ازدواج کرد، کمال بسیار خوشحال شد و این خوشحالی خیلی دوام نیاورد. زهرای 23 ساله به پلیس گفت 17 ساله بودم که با پرویز ازدواج کردم. ما همدیگر را دوست داشتیم، اما میهمانی‌های دوست دوران مجردی‌اش که تقریباً هر شب بود من را از مسیر زندگی جدا کرد. کمال با ابراز علاقه‌اش به من وادارم کرد تا با او ارتباط برقرار کنم و همین باعث شد من با تصور این که با کمال میتوانم زندگی عاشقانه تری داشته باشم و در رفاه بیشتری باشم از شوهرم طلاق گرفتم. بالاخره زهرا تصمیم گرفت این موضوع را به خانواده‌اش بگوید، ولی آنها نه تنها او را سرزنش کردند بلکه دیگر به خانه پدری راهش ندادند. با این وجود گوشش بدهکار این حرفا نبود و تنها به ازدواج با کمال می‌اندیشید. او میگوید رابطه پنهانی من و کمال هر روز بیشتر میشد و من با این کارها در نزد خانواده و بستگانم منفورتر میشدم. سرانجام بعد از 2 سال که از این ماجرا گذشت، کمال ناپدید شد. زهرا میگوید او به من قول ازدواج داده بود ولی با من ازدواج نکرد و به دنبال زندگی خودش رفت. این در حالی است که پرویز هم مدتی قبل با دختر دیگری ازدواج کرده است. حالا زهرا تبدیل به زنی سرگردان شده که دست به دامان قانون شده تا کمال را به خاطر فریب دادن او مجازات کند. با دستور قضایی کمال تحت تحقیق قرار گرفت و ادعا کرد با جدایی زهرا از شوهرش از سر دلسوزی و به خاطر نان و نمکی در خانه آنها خورده بود این زن را صیغه کرده و قرار نبود با او ازدواج کند. او گفت میخواهد با کس دیگری ازدواج کنم. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. دوستان لایک و سابسکرایب کانال فراموش نشه. تا یک ویدیو دیگه، خدا یار و نگهدارتون باشه.